1 2 3 همه یک دو سه همه بیخیال قصه. اوه بریم ضبط. تو ضبط میکنی آقا یا این؟ چقدر اهل کتاب هستی؟ من خیلی. نه من کتابخوان نیستم متأسفانه. کتاب‌های بله عاشقانه. معمولا میخونم بعضی وقتا. آره. به نظرتون چرا مردم کتاب نمیخونن؟ چون گوشی جایگزین شده. همه چی تو گوشی میخونن. همونو تو گوشی میخونم. من 3 تا کلمه میگم. این 3 کلمه یه جور راهنمایی و اشاره به یک کتابه. شما اسم کتاب رو حدس بزنید. اولی جادو، مدرسه، دوست. مدرسه دوستان جادویی. راجع به هری پاتره؟ هری پاتر؟ درسته؟ خب کتاب بعدی. جنگ، حیوانات، قدرت. عصر یخبندان. بذار صبر کن. جنگل آمازون. فکر کنم قلعه حیواناته. اینو خوندم. قلعه حیوانات. سفر، عشق، سرنوشت. عشق ابدی. ملت عشق. کیمیاگر. حماسه، اساطیری، ملی. شاهنامه است؟ شاهنامه بله. عشق، عرفان، شعر. مصطفی و معنوی. کاملا عالی. تموم شد؟ خدمت شما. خیلی ممنونم. دست شما در نکنه. خیلی متشکرم. تموم شده. خسته